تیم سپاهان با تساوی مقابل مس سرچشمه قهرمان این فصل لیگ برتر فوتبال شد. در ایستگاه پایانی لیگ برتر فوتبال عصر امروز تیم سپاهان در خانه میزبان تیم ته جدولی و سقوط کرده مس سرچشمه بود که این دیدار گلی نداشت. سپاهان با یک امتیازی که از این دیدار گرفت جمع امتیازاتش رو به 67 رسون و قهرمان لیگ شد. مس سرچشمه کرمان یه موقعیت عالی، مجید باجلان هم وضعیت خودش رو ارتقا بخشیده، ارسال کوتاه سوکا، یه پاس اولی از سزار حالا ضربه رو میزنه، قرار گرفته با پای راست توپ رو بلند ارسال میکنه به روی دروازه. خب بینندگان گرامی، به صورت زنده به ورزشگاه فولادشهر اصفهان میریم، جایی که تا لحظاتی دیگه مراسم اهدای جام به تیم سپاهان انجام خواهد شد. در پایان ماراتون 34 هفته‌ای تیم سپاهان تا لحظاتی دیگه جام 11 رو بر بالای دستان خودش میگیره. اما سپاهان با فتح جام 11 حالا رکورددار هم هست. نماینده اصفهان در لیگ برتر 4 بار قهرمان شده. استقلال و پرسپولیس هر کدومشون فقط 2 بار فاتح این جام شدند. دفاع طلای پوشان زاینده رود از عنوان قهرمانی. آنها فصل پیش هم جام رو بالای سر بردند. البته باید قهرمانی در لیگ‌های دوم و نهم و همچنین 3 قهرمانی در جام حذفی طی سال‌های 83, 85 و 86 رو هم به تالار افتخارات تیم سپاهان اضافه کرد. کاپ قهرمانی تیم فولاد سپاهان. این تیم در سال 1332 با نام شاهین اصفهان تأسیس شد و در سال 1346 به نام سپاهان تغییر نام داد. نخستین قهرمانی سپاهان در لیگ حرفه‌ای به فصل 81-82 باز می‌گرده، زمانی که با هدایت فرهاد کاظمی فاتح جام شد. اصفهانی‌ها برای کسب دومین قهرمانی خود تا فصل نهم انتظار کشیدند و این بار با هدایت امیر قلعه‌نویی جشن قهرمانی گرفتند. در لیگ دهم باز هم سپاهان با قلعه‌نویی از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. سپاهان در این فصل شروع خوبی نداشت. پس از جدایی قلعه‌نویی از سپاهان، لوکا بونوچیچ کروبات هدایت این تیم رو بر عهده گرفت. وی پس از 8 هفته به دلیل کسب نتایج ضعیف برکنار شد و کریم قنبری جای او را گرفت. اما این مربی چندان دوام نیاورد و در هفته 12 جای خودش رو به زلاتکو کرانچار سپرد. کرانچار که پیش از این با پرسپولیس تجربه حضور در لیگ ایران رو در کارنامه داشت، 6 بازی پایانی نیم فصل اول رو بدون شکست پشت سر گذاشت. گل برای سپاهان. روند رو به رشد سپاهان در نیم فصل دوم شتاب بیشتری گرفت. این تیم با 7 پیروزی پیاپی از هفته 20 تا 26 توانست خودش را از میانه جدول جدا کرده و ضمن رسیدن به صدر جدول مدعی اول قهرمانی لقب بگیره. سپاهان که با فتح جام 11 رکورددار لیگ برتر شده، حالا به فکر افتخار آفرینی در جام قهرمانان آسیا است.